بر صحابه ها گفته بود است آیا شما میدانید که معیشت زنکار چیست؟ صحابه ها گفتند الله و رسول اعلم، خدا و پیغمبر او داناست، ما از کجا میدانیم که معیشت زنکار چی هست؟ معیشت زنکار ترجمه تحت لفظی چی می شود؟ زندگی تنگ. پیغمبر خدا گفتند عذاب الکافر فی قبره. این معیشت زنکار، این زندگی تنگ، رسول الله گفت که خداوند مطلبش از این آیت این است که عذاب قبر هست برای انسانی که از دنیا به ایمان میگذرد. حتی حدیثی هم در باب این بر شما گفته گذاشتیم که رسول الله قسم خوردن والذی نفسی بیده، قسم بر آن ذاتی که جان پیغمبر شما در دست اوست، انه لیسلط علیهم 99 تنینا. رسول الله گفته بود قسم به خدا، قسم بر آن ذاتی که جان من در دست اوست، برای آدم کافر، برای آدم بی ایمان در قبر خداوند 99 تا تنین آماده میکند. اتدرون ما التنین؟ باز پیغمبر سوال کردند آیا اصحاب من تنین میدانین چی هست؟ صحابه باز گفتند تنین ما نمیدانیم پیغمبر، تنین چیست؟ رسول الله گفتند 99 مار است. تنین این مار میگویند، گفت پیغمبر خدا که 99 مار در داخل قبر او جایگیر کرده می شود و هر یک مار، رسول الله گفتند، من دیگر متن حدیث به شما نمیخوانم، هر یک مار رسول اکرم گفت که همین 99 ماری که در داخل قبر شما هست، هر کدام او باز صاحب 9 سر هستند. از هر یک سر بر همون انسانی که در دنیا حق بندگی خدا نشناخته است، از هر یک سر بر او عذاب میکند. اینم چی هست؟ اینم دلالتی میکند که عذاب قبر حق است. همین جنونی خدا رحمت و مغفرتش کند در یک نظم در آورده است همین آیات هایی که الحال به شما خواندم که خداوند گفته بود از هر کسی که از عبادت من پشت میگرداند برای او معیشت زنکاست، یعنی برای عذاب قبر هست. وقتی که انسان میگه در دام همین آیت، انسان وقتی که روز قیامت سر از خاک میبردارد نگاه میکند که چشمش نابیناست، چشمش کور است، و سوی خداوند ناله میکرد از خدایا من در دنیا چشم بینا داشتم. خداوند میگفت از بله تو چشم بینا داشتی، لکن چشم تو چنان بینایی بود که قرآن تو ندیدی، تو بندگی خدا را ندیدی، تو مسجد ندیدی، تو یعنی عبادت خدا را که نکردی، امروز چشمهای تو باعث همون کور شده است. و همچنان بنده ای که اگر مثل تو سفر میکند و نزد من میآید، همچنان معامله بر او میکنم. همین مولوی جنون در نظمهای خود در آورده است زی ذکرم آن که رو تابد به دنیا، زی ذکرم آن که رو تابد به دنیا، و فردا حشر سازم زیشت و اعما. زی زیر خاک خیزد دیدش کور، سیاه گشته دلش چون لیل بی نور. کند ناله همان بنده به مولا، که حکمت چیست چشمم کرده اعما. و دنیا داشتم دو چشمی روشن، بکردی کورش ای دارنده ای من. بنده همتا یک شکایت یک ناله به سوی خدا می کرده است. خدا گوید ای مخلوق نادان، خدا گوید ای مخلوق نادان، به دنیا دادم نعمت فراوان. بدادم دست و پای و چشم بینا، دلی دانا زبانی ساز گویا. بفرمودم تو را بر ذکر گویی، زی دشمن اعتراض و دوست جویی. زی ذکر ما شدی تو روی گردان، با امر نفس و با فرمان شیطان. با دنیا کرده ای ما را فراموش، منم سازم تو را اینجا فراموش. این خداوند بر بنده می گفته است با دنیا کرده ای ما را فراموش، در دنیا ما را فراموش کردی. ما یک خدای مهربانی تو بودیم، تو همین قدر بزم بی بندگی تو بدبختی و رسوایی، باز ما تو را صاحب خانه کردیم، ما تو را صاحب فرزند کردیم، دسترخوان تو را باز خالی نکردیم، شکم تو را در همه حالت سیر کردیم. تو همه این دیده که عبرت نگرفتی، ما را در دنیا که فراموش کردی، من هم سازم تو را اینجا فراموش. اینجا تو هم از من فراموش میشوی. مادامی که بنده از در فراموشتی خدا که غلطید،
حال خود چه بداند که چی می شود. فراموش کردن خدا معنای این را دارد که بنده از رحمت خدا دور می شود. غضب خدا بر بالای او بنده چیکار میکند؟ میبارد. وای به حال او بنده ای که در اون زمان این خطاب الهی به سوی او همچنان میرسد.